وقتی تو جلسات کاری همه موافقن، فاجعه در راهه. در جمع‌های کاری، مغز برای جلوگیری از تنش میره روی فرمت همرنگ جماعت شدن. نورون‌های اجتماعی روی هم تقویت میشن و قشر پیش‌پیشانی صدای مخالف رو خفه میکنه. از بیرون شبیه هماهنگی تیمی به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه هیچ کس واقعاً فکر نمیکنه. همه فقط تایید میکنن. اینجاست که تصمیم‌های خراب با تاییدهای جمعی امضا میشن. تحقیقات دانشگاه ییل نشون داده وقتی گروه‌ها وارد این حالت میشن، فعالیت نواحی مرتبط با ارزیابی انتقادی تا 1/3 کاهش پیدا میکنه. یعنی مغز عملاً قدرت مخالفت رو خاموش میکنه تا صلح اجتماعی حفظ بشه، هرچند به قیمت یک تصمیم فاجعه بار. راه فرار از این سکوت جمعی اینه که قبل از اعلام رأی هر نفر باید نظرش رو مستقل روی کاغذ بنویسه. این کار قشر پیش‌پیشانی رو دوباره وارد میدان میکنه و اجازه نمیده ذهن زیر فشار همرنگی اجتماعی حل بشه. اینجور روش‌ها جلوی تاییدهای جمعی اشتباه‌ساز رو میگیره و واقعاً تصمیم سازی میکنه، نه تایید سازی.